های گایز، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو امروز میخوام باهاتون در مورد بورسیه هایی که ایتالیا به دانشجوها میده صحبت کنم و ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب ویدیوی منو حمایت کنید تا من بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. خب بچه‌ها شروع کنیم با بورسیه هایی که ایتالیا به دانشجوها میده. ایتالیا چند تا مدل بورسیه داره ولی معروف ترینش بورسیه استانیه. حالا توی پرانتز اینو بذاریم کنار. بورسیه هایی که میده اولیش بورسیه آیوایتیه که همون Invest Your Talent. این بورسیه به نفر اول هر رشته فقط تعلق میگیره. حدوداً ماهی 900 الی 1000 یوروه و 9 ماه هم پوشش داره و خیلی بورسیه خوبیه اگه بتونید بگیرید، اما شرط سنی هم داره. اما بورسیه بعدی بورسیه استانیه که خب همه راجبش دارن صحبت میکنن و توی این ویدیو میخوام بهتون مراحلش رو بگم و مقدارش چقدره و از این صحبت ها. بورسیه استانی معمولا توی هر استان مدارکی که ازتون درخواست میکنن متفاوته و نمیدونم حالا میدونید یا نه، ایتالیا استان به استانه و هر استانی تقریبا توی یه سری از جزئیات مدارکی که برای بورسیه میخواد متفاوته. اما در کل یه سری مدارک هست که همیشه میخواد، توی همه استانا میخواد. این مدارک حتما باید به ایتالیایی ترجمه بشن. یه سری مدارکه که توی همه استانا حالا گفتم که مشابهه، حالا با یه سری جزئیات، مثلا توی اقرارنامه متفاوتن. شناسنامه سرپرست و شناسنامه خودتون که سرپرست میتونه خودتون باشید که میشه خود سرپرست، پدر، مادر، همسرتون، یکی از اینا میتونه باشه و گواهی عدم تملک میخوان یه سری از استانا یا سند خونه و اجاره نامه. و مدرک بعدی اقرارنامه است که مثلا توی اون اقرارنامه میاد سرپرستتون می‌نویسه که من 2 تا فرزند دارم، مثلا یکیشون توی فلان دانشگاه ایتالیا داره درس میخونه فلان رشته، این یکیشون مثلا توی ایران دانشگاه فلان یا مدرسه فلان داره درس میخونه. اعلام میکنه که مثلا شغلش چیه، چند سالشه، از این صحبت ها. حالا این اداره بورسیه توی هر استان یه اسم خاصی داره ولی هر سال یه عددی رو اعلام میکنه برای اینکه بورسیه به دانشجو تعلق بگیره به اسم عدد ایزه و بر اساس همین مدارکی که شما ارائه میدید بهتون یه عددی داده میشه که از 24,000 یورو به پایین بورسیه بهتون تعلق میگیره. یه مقدار خاصی ممکنه که شما مثلا 5,000 یورو دریافت کنید، یکی دیگه مثلا 7,000 یورو دریافت کنه. این توی همین عدد ایزه میتونه باعثش بشه که این مقدار متفاوت باشه. اما از زیر 14,000 یورو بورسیه کامل بهتون تعلق میگیره. حالا مقدار بورسیه ایتالیا چقدر سالانه مقدار بورسیه ایتالیا بچه‌ها 7,500 یورو حدوداً. و حالا چه چیزهایی شامل میشه؟ ممکنه که استانی که بهتون بورسیه رو میده، اون استانی که شما هستید در واقع، خوابگاه و بهتون اینجوری باشه که وقتی که برای بورس اقدام میکنید قبول میشید، خوابگاه هم بهتون تعلق بگیره. یعنی پول خوابگاه رو از مقدار بورسیتون کم کنه خودش. ولی یه سری از استانا خودتون باید برید درخواست بدید، مثلا برای خوابگاه به صورت جداگونه خودتون حالا مثلا انتخاب میکنید که خوابگاه باشید یا نباشید و توی سایت دانشگاه مدارکتونه که آپلود میکنید اونجا تیک میزنید که میخوام خوابگاه داشته باشم. حالا خوابگاه اینجوری نیست که حتما به همه تعلق بگیره، بر اساس همین عدد ایزه و یه سری واحدهایی که حالا از سال دوم به بعد بیشتر اینجوریه. واحدهایی که پاس کردید بهتون تعلق میگیره، یعنی بچه‌هایی که سال بالاترن احتمال اینکه اولویت باشن خیلی بیشتره تا بچه‌هایی که سال اول میخوان اپلای کنن و قبول میشن برای اون دانشگاه. حالا تو پرانتز اینم بگم این عدد ایزه‌ای که گفتم اصلا چی هست؟ این شاخص معیار اقتصادی خانواره که بر اساس اون بهتون بورسیه تعلق میگیره. یه سری از دانشگاه‌ها اینجوریه که شما وقتی که اپلای میکنید، پذیرشتون که اومد، شما باید یه مبلغی برای حفظ صندلیتون توی اون دانشگاه بپردازید. مثلا من یادمه که برای دانشگاه پادووا که اپلای کردم پذیرش گرفتم
200 یورو برای حفظ صندلیتون میخواست که تا یه ددلاینی بهتون میدادن، اون 200 یورو باید پرداخت میکردین. و آیا وقتی که بورسیتون رو بدن این مبلغ بهتون برگردونده میشه؟ این مبلغ بهتون برگردونده نمیشه بچه‌ها، ولی شهریه دانشگاه توی سری از استانا به این شکله که وقتی که بورسیتون میخواد پرداخت بشه یه مقداری یا کاملشو توی قسط اولش بهتون برمیگردونن که مثلا حدوداً 300 الی 400 یورو برای یه سری از دانشگاه وقتی که میخواید ثبت نام کنید که اینو بعداً برمیگردونن دیگه، حالا یه مقدارش یا کلشو. ولی یه سری از دانشگاه ها مثل فلورانس یه ذره متفاوته چون بهش بورسیه تعلق نمیگیره، مخصوصا سال اول، که حالا ادامه بهتون توضیح میدم که اون چه شکلیه. و وقتی که این عدد ایزتونه که گرفتید شما توی سایت دانشگاه که آپلود کردید با قسط اول بورسیتون هم مقدار شهریه که پرداخت کردید برگردونده میشه، حالا یا یه مقدارش یا کلش. حالا بورسیه استانی اصلا به چه شکل واریز میکنن براتون؟ توی معمولا 2 تا قسط بهتون پرداخت میشه که همون اولی هم که شما میرسید ایتالیا پرداخت نمیشه، چند ماه ممکنه زمان ببره. پس شما نیاز دارید که یه مبلغی حتما با خودتون بیارید از ایران که برای اون ماهای اولتون بتونه پوشش بده هزینه‌هاتونو. اما اون موقعی که میخواد بورسیتون واریز بشه حتما دقت کنید، ممکنه که قسط اولتون پرداخت بشه و قسط دومتون اگر که هیچ واحدی پاس نکرده باشید ممکنه که بورسیتون قطع بشه. و حتی این مورد برای سالهای بعدی هم هست، یعنی اینجوری نیست که شاید خیلی جاها ببینید همه میگن که هر سال بهتون بورسیه تعلق میگیره. بله هر سال تعلق میگیره، اما یه سری مواردی داره که باید حتما بهش دقت کنید. مثلا شما باید یه تعداد واحد مشخصی هر ساله پاس کنید که برای سال اول که تموم میشه درستون 30 واحد حدوداً، سال دوم میشه 80 واحد و سال سوم که میخواد بهتون بورسیه بده، چون ارشد 2 ساله است، دانشگاه اینجوری نیست که 4 سال ادامه بدید 4 سال هم حمایت مالی بشید بهتون بورس بدن. برای همون 2 سال در نظر گرفته شده و حدوداً دانشگاه 2.5 سال در نظر میگیره. یعنی شما از ترمتون پاییز شروع میشه تا 2 سال بعدش، مثلا فرض کنید چجوری بگم، از پاییز مثلا 2023 درستون شروع شده تا مارچ 2026 شما مهلت دارید که دفاع کنید درستون تموم بشه. تا اون موقع بهتون بورسیه میده، 2 سال اولو که کامل میده و اون نیمه دومی که میره توی سال سوم بهتون نصف بورسیه میده و اگرم خوابگاه به اسمتون در بیاد برای 1 ترم، یعنی همون نصف ترم بهتون خوابگاه تعلق میگیره. و برای حفظش هم که گفتم باید واحداتون رو حتما پاس کنید و اگر که از دانشگاه انصراف بدید ممکنه که بورسیتون رو ازتون پس بگیرن اون مقداری که بهتون دادن و اگرم تعداد واحدایی که پاس کردید به حد نصاب نرسه حتی احتمال داره اون قسط اولی هم که بهتون پرداخت شده ازتون پس گرفته بشه. و اگر که شما از یه استانی بورسیه گرفته باشید و بخواید حالا برید یه استان دیگه اپلای کنید، سال بعد برید یه جای دیگه اون استان بهتون بورسیه نمیده بچه‌ها، حتما به این دقت کنید. چون شما 1 بار درخواست داده بودید برای بورسیه توی استان دیگه و اونو ول کردید، مثلا حالا دانشگاهتون انصراف دادید یا هر چیزی دیگه بهتون بورسیه تعلق نمیگیره. ولی این که مثلا شما دانشگاه فلورانس، پیزا، سینا که سال اول بورسیه‌شون حالا مشکل داره نگرفتید یا هر چی، سال اول اگه از هر استانی بورسیه نگرفته باشید بخواید دوباره اپلای کنید برای یه دانشگاه دیگه و سال بعد اونجا میتونید دوباره درخواست بورسیه بدید توی اون استان. و حالا مثلا قضیه خوابگاه هم که بهتون گفتم، قضیه منسا هم مثل منسا همون غذاخوری یا همون سلف دانشگاهه و حالا چجوری پولشون پرداخت میشه. شما همون موقع که مدارکتون رو برای بورس داخل سایت آپلود کردین، یعنی همون عدد ایزتون رو میتونید برای منسا و خوابگاه درخواست بدید.
منسا غذاش حدوداً 7-8 یوروه، ولی با بورسیه توی یه سری از استانا میشه 2 خورده یورو، مثلا 2 یورو یه همچین حدودیه. اینو درخواست میدید و حدوداً 700 600 یا 800 یورو از پول بورسیتون کم میشه وقتی که میخوان پرداختش کنن. و همینطور برای خوابگاه هم همین جوریه بچه‌ها. 3-4 هزار یورو ممکنه در سال از بورستون کم بشه برای خوابگاه و اینا که کم میشه اون مبلغ باقی مونده رو طی 2 قسط براتون واریز میکنن. و بورسیه آخری که میتونید از ایتالیا بگیرید بورسیه اراسموسه که حالا توی ویدیوی بعدی یا ویدیوهای بعدی حتما بهش میپردازم. اراسموس، حالا یه کوتاه توضیح بدم، اراسموس دانشجوی تبادلی بین 2 دانشگاه و 2 کشور مختلفه که شما مثلا از یه دانشگاه توی ایتالیا مثلا میرید یه کشور دیگه، حالا میتونه آلمان باشه، اسپانیا باشه، نمیدونم خیلی کشورهای دیگه. تو سایت دانشگاهتون حتما باید نگاه کنید ببینید دانشگاه شما با کدوم دانشگاه‌های دیگه قرارداد اراسموس داره و بورسیه‌ای هم که برای اراسموس تعلق میگیره متفاوته، بر اساس درجه بندی کشورهاست. 2-3 درجه داره، اما پولی که میدن معمولا خیلی خوبه و شما میتونید با بورسیه استانیتون این بورسیه رو بگیرید. اما اینطوری نیست که کامل پول بورسیه استانی رو بگیرید 7500 تا و کامل بورسیه اراسموس هم بگیرید. یه مقداری کمتره ولی در کل مبلغ خیلی خوبی میشه و خب برای هزینه زندگی توی اون کشور میتونه خیلی کمکتون کنه. حالا در مورد بورسیه استانی فلورانس که همون استان توسکانی میشه بهتون توضیح بدم. این استان اصلا سال اول شما نمیتونید بورسیه بگیرید ازش که شهرهای مثل سینا، پیزا و فلورانس رو شامل میشه. حالا چرا شما نمیتونید توی فلورانس بورسیه بگیرید؟ این مدارکی که گفتم برای بورسیه میخواید توی استان توسکانی شما باید حتما لگالایزش کنید، یعنی مدارکتون بره سفارت، حتی ترجمه هاتون تاییدش کنن که اینا مثلا مورد تاییده، یه همچین چیزی معنی میده لگالایز. و سال اول از شما برای لگالایز کردن پرمسو میخواد و خب سال اول شما وقتی که میایید ایتالیا پرمسو همون کارت اقامت شما توی ایتالیا است. وقتی که میرسید همون لحظه اول مثل بچه‌های دیگه که برای استانهای دیگه اقدام میکنن شما پرمسو ندارید، اونا هم ندارن، ولی اونا ازشون اداره بورسیه‌شون پرمسو نمیخواد که مدارکشون رو لگالایز کنن، این کلا لگالایز نمیخواد ازشون. اما از استان توسکانی که میخواد شما پرمسو ندارید، پس در نتیجه نمیتونید مدارکتون رو لگالایز کنید و بورسیه سال اول رو نمیتونید بگیرید. اما از سال دوم همون تعداد واحدایی که گفتم 30 واحد 80 واحد اینا برای هر سال باید پاس کنید، اگه به اون تعداد واحد برسید و پرمسو هم داشته باشید، چون یه ذره تاریخ انگشت‌نگاری ها قراقاتیه، حالا یه سری مشکلات توی ایتالیاست، بیاید باهاش آشنا میشید. اگه اینا رو داشته باشید میتونید مدرکتون رو لگالایز کنید که میبرید سفارت و برای هر مدرکتون هم یه مبلغ یورویی میگیره که تاییدشون کنه. و بعد از این شما میتونید درخواست بدید برای بورسیه استانی توسکانی که یه ذره مبلغ بورسیهش از استانهای دیگه کمتره، ولی حدوداً 3000 یوروه، اما خوابگاه میده بهتون حتما. یعنی اگه بورسش رو قبول بشید حتما خوابگاه میگیرید. و حالا برای سال اول اگر که بورسیه‌اش نمیتونید اقدام کنید، میتونید یه عدد ایزه دیگه میتونید شما بگیرید که مدارک خاصی اصلا نمیخواد برای گرفتنش. وقتی که بیایید ایتالیا اقدام میکنید براش و با کدیچه فیسکاله و همون کد حالت کد ملی ایتالیایی تونه، کد شناسایی تونه، با اون میتونید و پاسپورتتون برید عدد ایزه بگیرید سالانه و با این شهریه دانشگاهتون کم میشه. راستی اینم یادم رفت بگم جلوتر، شهریه دانشگاه ایتالیا حدوداً 3-4 هزار یورو سالانه است که متفاوته و بچه‌هایی که بورسیه میگیرن حالا اونا هم از شهریه‌شون کم میشه، ولی بچه‌هایی که توی استان توسکانی هن با همین عدد ایزه‌ای که گفتم شهریه‌تون خیلی کم میشه. از همین 3-4 هزار یورو میشه سالی 156 یورو.
حدوداً و یه ددلاین داره فقط که باید تا یه ددلاین خاصی پرداخت بشه که اگه ویزاتون دیر بیاد، دیر پرداخت کنید یا هر چیزی، بازم یه ددلاین دوم داره، اما فاصله ددلاین اول تا ددلاین دوم چون دیر پرداخت کردید جریمه میشید. یه چیزی حدوداً 100 یورو جریمه میشید، ولی مبلغ شهریه‌تون اینجوری کم میشه و با همون عدد ایزه منساتون هم مبلغش کم میشه. یعنی شما تنها تفاوتتون با بچه‌هایی که بورسیه استانی میگیرن در اینه که اونا بهشون یه بورسیه یه پولی تعلق میگیره، بعدن به شما تعلق نمیگیره، ولی شهریه دانشگاهتون کم میشه، منساتون ارزونتر میشه. یعنی منساتون حدودا ما فلورانس 1.8 یورو فکر کنم میدادیم اگه اشتباه نکنم، یه چیزی حدودا 2 یورو میدادیم و خیلی خوبه، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه براتون، تاثیرات خوبی داره و هزینه زندگیتون میاد پایین. و اینم از مراحل بورسیه استانی ایتالیا. و حالا بورسیه های دیگه سعی میکنم حتما در مورد اراسموس هم یه دونه ویدیو براتون درست کنم و کامل توضیحش بدم به چه شکله، چون خیلی از بچه‌ها سال اولی که اقدام میکنن میان ایتالیا راجع به اراسموس نمیدونن، یهو 1-2 ترمشون میگذره و سر کلاس یه سری از دانشجوها میان همه میگن ما اراسموسیم، اینا تا یه ذره به خودشون بیان وای اراسموس چیه، چجوری باید براش اقدام کنیم، سال دوم به بعد میتونن اپلای کنن براش. اما از سال اول شما میتونید برای اراسموس اقدام کنید، یعنی ترم سوم چهارم برید. یه سری ممکنه برای تز و کارآموزیشون برن که حتما توی اون ویدیو بهتون توضیح میدم چجوریه. و خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با من بودید. دوستتون دارم. حتما با لایک و سابسکرایب ممنون میشم منو حمایت کنید. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.